خدا پسر نمیدونی چیه. رنگ متالیک، همه چیز، موتور سالم، عالی. یعنی اگه نخری ضرر کردی ها. آره بقرم موتورش سالمه؟ ماهه. وای وای وای. ببین الان خوب باشه، پیکانه رو بعد بیشتر صحبت می‌کنیم. باشه ببین. بله. خانم چطوره؟ خوبه الحمدلله. مهدی رو میگی؟ آره. الان اینجاست مهدی. اینجاست؟ آره اینجاست. گوشی رو بده صحبت کنه. مهدی جان صحبت. سلام مهدی خانم. آقا رضا. خوبی؟ متشکرم. شما خوب هستین؟ مرسی، خسته نباشین. فرید خانم خوب هستن؟ خوبن. سلام. ما که همیشه مزاحمیم. خواهش می‌کنم. خوب هستن؟ مرسی قربان. من دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. سلام برسونید. حتما خواهش میکنم. رضا جان قربونت برم. این سیما کوچولوی من پاش دیگه درد گرفت. سیما هم هست؟ آره سیما هم هست. بگو صحبت کنه. گوشی سیما جان بیا صحبت. الو. سلام عمو. حالت خوبه؟ بله. چی کار میکنیم؟ دارم با مامان امینا میان خونه شما. رضا جان بعد این در رو باز نمی‌کنی، ما اینجا خیسیدیم، بارون شدیدی میای در رو باز اگه میکنی میان تو؟ آره دیگه، اگه نمی‌کنی هم که رفع زحمت. نه باشه. پس من در زدم بیاین تو.